عرض سلام و احترام دارم. در خدمت جناب آقای زمانی هستیم، ریاست محترم اتحادیه فروشندگان زعفران خراسان رضوی. جناب زمانی خیر مقدم عرض می‌کنم حضور شما را در جشنواره. سوالی که از حضرت عالی داشتم اینه که خب با توجه به اینکه افزایش قیمت‌ها در سال پیش قابل توجه بود، مقادیر زیادی زعفران تقلبی وارد بازار شد و خب هم‌میهنان خودمون اینا رو مصرف کردن. حضرت عالی بهتر می‌دونه که برای در واقع سلامت چه ضررهایی داره برای سلامتی انسان. می‌خواستم ببینم اقداماتی که در واقع اتحادیه داره انجام میده برای جلوگیری از فروش زعفران‌های تقلبی چی هست و چه کار باید کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه دوستان. تبریک هم عرض می‌کنم روز ملی زعفران و خدمت همه فعالین در صنعت زعفران. حضور شما عرض کنم که یکی از اقدامات اساسی که اتحادیه زعفران در 2 سال اخیر پیگیر اون هستش، عرضه خرید فروش زعفران‌های بی‌نام با پاکت‌های ممتاز کائنات است که خوشبختانه با همدلی و همکاری اتاق اصناف مشهد و سازمان صنعت و معدن تونستیم در سطح بازار ورود پیدا کنیم و پاکت‌های ممتاز کائنات رو در حدی که توان اتحادیه بوده ریشه‌کن کنیم. و ما یک موضوعی که هستش و درخواستی که از همه سازمان‌ها داریم اینه که آقا با چاپخانه‌ها صحبت کنن، با سازمان‌هایی که به حساب بالاخره ذی‌نفع هستن، این پاکت‌های ممتاز کائنات کلاً ریشه‌کن بشه. چون الان عرضه زعفران بسته‌بندی شده مشمول استاندارد اجباری است و ما از همه مردم تقاضا داریم زعفرانی که میخوان خریداری کنن زعفرانی باشه که داره نشان استاندارد باشه. بسیار عالی. جناب زمانی عزیز، می‌خواستم ببینم در خصوص ضرایب مالیاتی که جدیداً زحمت کشید و کاهش دادید، چه تأثیری این کاهش ضرایب مالیاتی داره؟ آیا کمتر هم خواهد شد از این یا نه؟ حضور شما عرض کنم که بابت ضرایب مالیاتی اتحادیه زعفران ما از شهریور 1401 با مکاتباتی که با اتاق اصناف مشهد و مدیر کل محترم داری جناب آقای موریدی داشتیم، تونستیم که ضریب عمده فروشی زعفران رو از 2.4 به 1.8 برسونیم و همچنین درصد خرده فروشی زعفران رو از 9.5 به 7.5 برسونیم و همچنان هم مذاکرات و مکاتباتی داریم با اتاق اصناف تا بتونیم این ضریب رو با توجه به اینکه قیمت زعفران بسیار بالا رفته بیاریم پایین ان شاءالله. سپاسگزارم. از زحمات حضرت علی تشکر. خواهش می‌کنم. ممنون از شما، لطف کردید. خوشحال شدم.